یه مهمونی ساده بود. گرگلی و چند تا از دوستاش توی خونه قدیمی بیرون شهر جمع شده بودن. وسط زمستون، برف تا زانو. خونه مال یه پیرزن بوده که سالها پیش غیب شده بود، ولی هیچ کس جسدش رو پیدا نکرده بود. نیرلی شب برق رفت. فقط یه شمع روی میز میسوخت. یکی از بچه‌ها گفت: بیاین یه بازی کنیم. صدا زدن روح. همه خندیدن، ولی گرگلی گفت باشه. یه بشقاب آوردن، حروف الفبا دورش چیدن و با انگشت گذاشتن وسطش. همین که گفتن اگه اینجایی نشون بده، شعله شمع لرزید. بشقاب آروم چرخید، بعد سریع‌تر شد. یکی گفت بس دیگه، شوخی نکنیم. ولی هیچ کس بشقاب رو حرکت نمیداد. ناگهان بشقاب ایستاد روی یه حرف، ام، بعد ان، بعد آ و بعد هیچ کس دیگه نفهمید چی شد. صبح پلیس رسید. روی میز فقط یه شمع خاموش بود و یه بشقاب ترک خورده. روی دیوار پشت میز با دوده سیاه نوشته شده بود: من هنوز مهمون دارم.